صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 4: سلسله تورانیان و احیای دولتداری و تمدن آریایی. حدودهای دولت پارت در طول زیاده از 5 عصر موجودیتش گاه وسعت یافته و گاه محدود شده، چون دولت توانای آریایی تباران در مقاومت دولت سلجوکیان عرض هستی میکرد و در طول این 5 عصر به هیئت آن قسمت شمالی ماوراءالنهر، قسمی حدودهای خراسان، ایرانی غربی، آذربایجان و بین النهرین متحد گردیده پایتخت آن بارها از یک شهر به شهر دیگر کوچانیده میشد. نخستین پایتخت پارتها که در آن نیروهای آزادیخواه و استقلال پرست گرد آمده ارشک را سرور خیش انتخاب نمودند، شهرکی دره در موضع کوهی اپا-آرتن بود. این قرارگاه نخستین استقلال پرستان بعد شکست خوردن سلجوکیان و سرکوب نمودن دستنشینان آنها مقام استراتژی و رسالت سرجم آوردن وطن پرستان را ادا کرده ضرورت به شهر نیسا یا خود نوسای کوچانیدن پایتخت دولت پارت پیش آمد. پایتخت نو که با نام نیسا یا خود مهردادکرد شهرت داشت که در بالا ذکر خرابه‌های نیسای کهن و نیسای نو رفت، یکی از شهرهای آوازه‌دار و آباد عهد دولتداری پارتها به شمار می‌رفت که الحال خرابه‌های آن دورتر از اشقاباد امروزه واقع است و شاید اشتباه نرود اگر گوییم که نام شهر کنونی اشقاباد از نام سلاله اشکانیان بیرون آمده است. دیرتر بعد پرقوت شدن و وسعت یافتن حدودهای دولت پارت، پایتخت آن به شهر گککتامپل کوچانیده شد. هنگامی به سرحدهای غربی دولت سلجوکیان را آوردن، شهر اکباتان یا همدان نیز مدت چون باششگاه شاهان پارت خدمت کرده است. پایتخت آخرین دولت پارت، شهر ктسیفان از قسمت شرقی مملکت در فاصله بسا دور در ساحل دریای دجله واقع بوده، در رو بر روی مرزهای دولت سلجوکیان دامن افراخته به چشم دشمنان چون خار میخلید. افزودن نفوذ دولت پارت در زمان پادشاهی میتریدات یک که سالهای حکمرانی او با 170 تا 137 پیش از میلاد راست می آید و میتریدات دو در سالهای 123 و 88 تا 87 پیش از میلاد رقیبان اساسی آن سلجوکیان و امپریای ریم را سخت به تشویش آورده بود. دولت پارت در این دوره به امپریای جهانی تبدیل یافته از کوههای هندوکش تا فرات و دجله، از کناره‌های خزر تا پهناهای بین النهرین و ایران غربی را فرا می گرفت. حتی قسمی قلمرو تورانیان کجمنچی که پیوسته به مرزهای شرقی سرزمین اشکانیان هجوم‌های غارتگرانه می‌کردند به دولت پارت همراه کرده شد. در مبارزه‌های شدید ضد کجمنچیان سکایی دو پادشاه سلاله اشکانیان فرعت دو و ارتبان دو قربان شدند و محض در دوره پادشاهی میتریدات دو کجمنچیان سکایی شکست سخت خورده قبیله‌های مسگیت‌های سرکش و پرخاشجوی مطیع می‌گردند و حدودهای دولت پارت تا دریای اقصا یعنی سیر دامن می‌افرازد. استوار شدن موقع دولت پارت در مرزهای شرقی و غربی آسیای میانه و شرق نزدیک، همچنین تحت وصایت اشکانیان قرار یافتن قسمی اساسی راه‌های تجارتی کاروانگرد باعث رقابت شدید و نزاع‌های پی در پی بین اشکانیان و سلجوکیان می‌گردید. بعد سوس شدن اقتدار سلجوکیان به عرصه تاریخ امپریای توانای ریم آمد که در طول قریب 3 عصر دشمن اساسی و حریف دائمی دولت پارت به شمار می‌رفت. در دوره پادشاهی میتریدات دو دولت پارت بر ضد امپریای ریم مبارزه‌های شدید برده در چندین نبردها دست بالا می‌گردد.
صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.